سلام دوستان، اومدیم با یه ویدیو جدید با یه چالش جدید با دوستان بزنیم. بریم واسه بادکنک زدن. همیشه من برندم، تیم من برنده، من نیمارم، یادت باشه. و ما برزیل. برنامه چیه؟ تو این عدد چی قرار بود؟ برنامه اینه که ما اینجا یه سری تعداد بادکنک داریم. تو ناراحت میشی؟ هر کدومشون هم یه شماره داره. چه تعداد؟ 20 تا بادکنک داریم. این تابلو رو هم بگیر. 20 همون 20 تا ما اینجا جایزه ها رو داریم. هر شماره که شما اونجا بزنید جایزه پشت اینا. 20 تاست ولی فکر نکنید همه جایزه است دیگه. آره 20 تا بادکنک داریم. 20 تا اینجا کاغذ نوشتیم. ولی چند تا توش سورپرایز هم داره. بریم واسه سورپرایزم. تیم اول مرساد و مانی. تیم سوپان. بریم منو شلیک اول. آقا یه بالا پای میگن تاش بنده کیه؟ تاش میگه خوش به حال فرهاد که در مدت عمر مزه تلخ‌ترین خاطرش شیرین بود. دوستان میتیشن جدی رو بگیر بزنید. بریم که ضربه اول داشته باشیم. ضربه اول با تیر دار. بزنیم من آروز به چند تا میتونه با ضربه اول. روز به نیت چند دیگه؟ نیتم بهش آقا امروزه 8. بله امام رضا نطلبی آقا نه طلبی باید بطلبه. به عشق داداشم نیمار 11. به وامو برو. وای! آقا 11 رو زدم. یعنی چی؟ یعنی چی واقعا؟ بریم نیمار. بریم ببینیم چی جایزه آماده 11 فقط 11. بکنش. چه میتونی داداشم نیمار. من ضایع چی نکن. میتونه باشه؟ یا حق. بچه‌ها ببینید چیه؟ سلفی با عمو ناصر. آقا بیا. آقا بیا. آقا هم تیم تو باشه. چه لاشی ها گورا واشتاد تا کردن. آره عکس نشون بده. به به نیت ندارم فقط میخوام به همزمان دو تا بکنه. اگر دو تا همزمان زدی یه دونه من به جایزه میدم. دو تا همزمان زد یه دونه من خودم بهش میدم. 17 بریم ببینیم چی بود بریم ببینیم چی بود من بکنم رد داد. 17 ما همه تو یعنی تصویر چی شده میتونه باشه تو این 17؟ بده بیاد پسونه که داداش پسرک بوده بخوره تمیز آشاسته داداش اینو بکن تو درت. نه بخور نه به قول همیشه دوست داشتم پسونک بخورم. سلفی با عمو ناصر کجا و پسونک کجا؟ مانی یه دونه بادکنک همینجوری داره مال خودش. اینا تلاش میکنن ولی جایزه اصلی مال منه. من به خدا وصلم. آقا خیلی خوبه. این 8 چی میتونه باشه که همه دنبالشن؟ بازاریابی دیدی؟ 8 رو میدم صندوق شماره 2 رو میگیرم. 2 رو بزن 8 هم بهت میدم. 2 رو بزنم 8 رو میدی. مگه سوپره آره دیگه 2 رو بزن 8 رو میدم دیگه. 2 رو بزنه 8 رو بهش میدم. بزن عقب پا عقب. آقا همه مثل من نیستن بگن 11 شلیک. خوش کن من هم تیمیتم. فهمیدم چی بودی؟ بعد ببینم. سوکس پلاستیکی. علی چاش برام. تقدیم با عشق و محبت دوستی. تا الان 3 نفر زدم من فقط نزدم. جایزه هاشون همه تاشخان. برنده اصلی خودم. دلم میخواد آیا سلفی با عمو ناصر آتاشخان بود؟ روزبه چی گفت؟ دیگه بود. تیر دوم از اول بچه‌ها شروع می‌کنن بزنن. آقا یکی امام رضا که نه طلبید 20 رو میزنم چون همیشه نمرم 20 بوده.
با نکرده میگم من همه اینا بفهم. حاجی همه کتاب رو نکردی. بزن. اوه یعنی چی؟ یه تیره دیگه میزنه. به برگشت. وای. به عشق آقا امام رضا. آقا امام رضا امروز هیچ شماره 7 کریستیانو رونالدو. هفته بردار. صبحان اعتماد کن. چیه؟ جایزه بعدی برای تیم مجدد. آقا این چرا دیده بود؟ جایزه چیه؟ جایزه بعدی برای تیم حریف. ماشاءالله. خرابش کنم. بدن هر چی زدی مال ماه. خدا یا معجزه بیفته برای اینا بشه. باش خدا با ماست. یاد بخش. ده برای ما. چرا؟ مسی. آنکارا مسی. خدا. ببین چیه؟ ایپاد. ایپاد رو بردی. گفتم خدا با کیه؟ خدا با ماست. آقا بفرمایید. دمت گرم. ایپاده. جونه دادن. اینو بدم. آر پنجای انکه برای کی شد؟ انکرکس داداش من میگم برید برای من اصلا. تو خیابون راه میریم اینجوری دو تایی با هم. تو خیابون مثلا داریم راه میریم. این آیتم بادکنک‌ها رو با توپ 7 میزنن. ببین آیا میتونن یا نه. نفر بعد. دیگه ولش کنین مانی برو بالا گوش. آجی نمیتونه که تو کامنت ها بنویسید چی میتونه تو 8 باشه. حالا بگو پوچ باشه. 13 ترکون باریکلا عثمان دمبله واموس. کنار خدایی بده. 4 آخه من چرا باید اینجوری باشم؟ بگو 20 تا شنا بزن. چرا بشین رو کمرت 20 تا بزن. بزن طرفش. بزن یه دقیقه بشین. چی داداش؟ 1 2 3 برو. برو بالا بیا بالا. بره دیگه بسا. 4 5 6 اصلا 20 تا هم بزنه من نمیدونم. اون خانمایی که تنیسشو فهمیدن. نزدیک بدن سازم. بابا 10 تا دیگه هم میزنم بابا. 10 تا دیگه هم میزنم. نمیکشم. 1 2 3 4 5 برو. 1 2 3 بیالا 4 بیالا. هورا آب عشق. بزن. بده کونه بزن. باید بترکه. برید. بس کن خودتو جمع کن. خودتو جمع کن. وقتی یه بادکنک نمیتونه بترکونه فردا چجوری میخواد 2000 تومان پول در بیاره؟ میگه زندگی مثل شطرنجه. شاید نتونی به حرکت قبلی برگردی ولی باید محکم به حرکت بعدی ادامه بدی. همین میگه روده بهش بده. باره آقا. اگه اینم تو به هر بادکنکی بخوره بیفتم جایزه مال ماست. دو رو بزن. دو اسم کنم سوسیسه. ماشاءالله. بله میبینید با دستم نمیتونه بتونه. این زندگی. تمام بچه‌ها بیاین تو بیبی. نوع چیه؟ یعنی تو بگی خوش اینا همه جایزه رو دارن میبرن اینا. بگو چی بود؟ جوراب خیلی زیبا. جوراب. جایزه رو هر کی بود؟ کی بود؟ آدیداسه؟ آره داداش مال خود. حاجی برنده. الان بگو. آقا جان بچه اموناسه خیلی به ما یه دو دیگه قرار بزنیم. دور آقا 18 دور توپ زدن اینا. اموناسه. بیرون میفته بیتره.
آره خدا میگم ببین اول برو آخر دیگه. افتاد بابا اینا آقا افتاد چرا آقا من زدم راست میگم آقا نه آقا درسته زد دیوار لرزید صورتی نه ترکون بابا دلم نمیاد اینو به ترکونم سوت ورزشی این سوتم تقدیم به باباشو دارم من نه سوت منه به خودت منه یه بار رفاق آره بسه بید مسخره بازی بسه توپو بیار واه دو تا نه اون افتاد وایسا یه سه تا رو زد، 2 تا ترکید، یه دونه افتاد. همون راسته 3 تا مال تو برو. چیا بود؟ 18 وایسا بیشتر هم میخونیم چی 12 2 اینه 12 اینه دونه دونه نشون بده ببینیم. یک عدد تخم مرغ واسه سگ سره یه سوسی تخم مرغ افتادی خدا رو شکر 18 توپ والیبال خدا وکیه اون توپ والیبال بیا توپ والیبال نشون بده اینم تخم مرغ بیا تخم مرغ هم بگیر صبحم بیا تخم مرغ با بشه سرش دیگه نوشه جون خدا وکیلی هیچ کاری نداره بگو نترس 3 تا رو با هم زدم کدوم اینا 3 تا با هم زدن بگو نترس بگو خود من چرا صحبت نمی‌کنی دستی کنه من چی نزدم خدای این چیه؟ این میرم آیتم بعدی. کشه شلیک با تیر و کمان. شلوار نفر نیوشه من بزنم خوبه عالیه مشکل خودته آجی نمیتره که چشاش نمیبینی اصلا پنجه نسته بلش سیزده اصلا نخور داداش من نفر بعدی رمضان. واکنش 3 سال بعد عیده با هم می‌زنم. آجی نمیتره بابا میتره که بده من ازا تیر رو اشتباه بگیر اصلا برعکس بابا میشه خدا وکیلی حق نداره گیچ تای هم تیمه تانی خیلی میکشی مادر نمیذاری مادر میاد از بیا برو آها 14 یه خود کودک درونش بیرون. خدا بابا 300,000 مایه رو بردن. برقص از پاروش برم شب تولد عشق تو عید کرده جانم ابی عبدالله اینجوری کنی آقا واه قشنگ بود 16 رو میخوام بزنم 14 بزن 13 چیه؟ عدد نحسی ها سوسیس بنازم سوسیس برو اینو برده سوسیس دو شما خوردی بنازم قابلمه نداری؟ بنازم گاز بده بکن بزن به خوب تیمم افتاد یه بزن بزن خودم. بزن همون ناصر همون ناصر حقیقتا من خودم دیگه هشت داره چند تا بزنم؟ 8 نتره گیره 8 چی کار کنیم؟ آقا 8 تومن میتره کنم آریان 8 دومی چیه؟
یه دونه به مناسب عشق بچه تو خونه میخوام یکو بزن یکو بزن چرا یکو بزنم؟ چون خود تو کارت یک مشتی چند تا بزنم؟ یکو بزن چرا؟ تو کارت چند تا بزنم؟ یکو بزن چرا؟ تو کارت یکه چند تا بزنم؟ یکو بزن تو کارت جایزه قبلی من تیم سوستون رو بدید سوست شماره چند رو میخوای؟ وایسا شماره چند؟ نوبتی. شیش ماله شیش بیا مرسا شیش بیا توپ چی؟ آقا صبر کن عروسک شیش عروسک مستری همون اصلا 15 رو بردارم آقا 15 رو بر علی 16 هم من دیدم چیه؟ یه جایزه دلخواه حریف بگیر چیا دستتونه ما تو جایزه ندیم مثلا هیچی نبردم این شاخه اینه هیچی نبرم 300 تومن پول 300 تومن پول مانی بیاد همه جایزه رو ما مانی بیا مانی بیا رفت تو پاچه مانی 300 تومن شما 300 تومن افتاد مال اینا 300 تومن رو بده داداش 300 تومن رو بده بهش گفتم همه جایزه مال ما تو شد 50 میده 250 برد کرده بودی حاجی جدی اینا چی بردن؟ هیچی نبردن حالا که 300 انتخاب کردی عروسک رو بردیم آقا نگاه نکن 16 چی میتونه باشه؟ انجام مال ما اصلا نمیشه انجام مال ما پوچه اینم جایزه هنجر پوچه بچه بیا جلو بیا آه ممنونیم که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید امون ناصر سابسکرایب شه من همه چی گفتم همه رو گفت دیگه تا ویدیو بعدی خدا Let's go خداحافظ بچه